سلام، به دنیای جهان اطلاعات خوش اومدید. توی دنیای ما شغل و حرفه نایس وجود داره که بیشتر ما با اون آشنا هستیم. اما خب جالبه بدونید شغلایی هم در جهان هستن که تا حالا اصلا به گوشتون هم نخوردید. از شغلهای عجیب و خطرناک گرفته تا شغلایی که ممکنه از نظر خیلی ها مسخره یا حتی حال به هم زن بیاد. توی این ویدیو هم قراره بریم سراغ یه سری از همین شغل‌ها، ولی قبل اون یادتون نره حتما ویدیو رو لایک بکنید. خب میریم سراغ مورد اول، گرداننده چرخ و فلک. تصور کنید که یه شغل دارید که باید نقش یک همیستر رو بازی کنید. ممکنه عجیب به نظر برسه، اما خب گرداننده چرخ و فلک یه جورایی کارشون همینه. این شغل توی کشورهای آسیایی مثل هند و حتی توی ایران هم به چشم میخوره. گرداننده چرخ و فلک افرادی جسور هستن که چرخ و فلک رو نه با استفاده با دستگاهی بلکه با زور بدن و دست و پا به حرکت در میارن. اونها وسط چرخ و فلک قرار میگیرن و با هر سرعتی که سوار شوندگان بخوان میتونن اون رو به حرکت در بیارن. شغل دوم، خوابنده حرفه‌ای. بله، درست شنیدید. خوابنده حرفه‌ای یک شغل واقعی توی بعضی از هتل‌های لوکس دنیاست. کار خوابنده حرفه‌ای اینه که روی تخت‌های مختلف هتل میخوابه تا کیفیت خواب اونها رو بررسی کنه و برای این کار دستمزد دریافت میکنه. شغل سوم، بو کردن دئودورانت. افرادی که به این کار مشغولن به طور مستقیم با شرکت‌های تولید کننده دئودورانت کار میکنن تا مطمئن بشن محصولات اونها کارآمدی لازم رو داره. این افراد تو اتاق گرم کار میکنن و میتونن در یه ساعت زیر بغل حدود 60 نفر رو بو کنن تا با درجه بندی 1 تا 10 تعیین بکنن چه عناصر بهترین نتیجه رو خواهد داشت. این افراد بر اساس تجربه کارشون سالانه بین 19,000 تا 52,000 دلار درآمد کسب میکنن. شغل چهارم، تست کردن غذای حیوانات. اگه چه همه مایلن از سالم بودن و لذیذ بودن غذای سگشون مطمئن بشن، اما کسی اونها رو امتحان نمی‌کنه. اما افرادی وجود دارن که شغلشون تست کیفیت غذای حیوانات خانگی و سالانه 40,000 دلار درآمد داره. این افراد باید قبل توف کردن غذا کیفیت اون رو بسنجن. و شغل آخر، شغل بیکار حرفه‌ای. این یکی دیگه نوبره. آژانس TVA در سوئد افرادی رو استخدام میکنه که به معنای واقعی کلمه بیکار بشن. هیچ کاری انجام ندن، شرایط کار به این صورته. لباس راحتی خود رو میپوشید، لم میدید، مطالعه میکنید، موزیک گوش میدید، تلویزیون میبینید، حتی لازم نیست سحرخیز باشید و حتی سر ساعت مشخصی بیدار بشید. خلاصه بگم هیچ کاری نکنید و پول بگیرید. شما کدومی که از این شغل‌ها رو انتخاب میکنید؟ ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه که کلی به ما انگیزه میده. روزگارتون بکام.